تو چی کار میکنی حیوان؟ تو چی کار میکنی؟ برخیز. پلید، آدمی را که من کشتن میخواستم چرا تو پراندی؟ آن جایی که من عزرائیل شدم تو کی میشوی؟ سرت رو گردان، نگاه کن به سوراخی تپانچه با دقت نگاه کن، به تیری که از آن میبراید نگاه کن. خون میخواهد که جان گیرد. جانت را بگیرم نابکار. التماس тест رانید اپایگل tavallo میکنم. حس میکنم چه ناخوشی روی میدهد. اگر لازم باشد جانم را گیرید. نظر به از تیر بیناموس مردن به است که از تیر شما بمیرم. چی سفسطه میگویی؟ در راه با ما حمله کردند. من با یک عذاب خلاص شدم. طاقت کردن نتوانسته آمدم. رفیقانم را کشتند. آدم آن بیناموسی که به شما دام گذاشته است خواستم که من هم با او یک تیر زنم. یعنی با یک تیر او را کشتن خواستی؟ بین تا حال نکشته ای. بیا کاری ناتمامت را به آخر رسان. از سرش پران. به این هم با این جوانی بدبخت بسیار مشغول شدیم. وقتی بسیار همان را گرفت. یک تیر پران تا که معینه سرش پاره پاره شود. اکی سگش که به اینجا می آید با دستانش آن را جمع کند. این بیناموس اینقدر آسان بمیرد. بهترش بگذاریم تا که با ریختن خونش عذاب کشیده جان دهد. و این سزاوار است. بسیار خوب، راست میگویی. پدرش در نزد من به مانند سگ عذاب کشیده جان داده بود. تو هم به مانند سگ عذاب کشیده میمیری. ایاز دادرم نجات خواهی یافت. مرا میشنوی شربچه؟ نمیمیری ایاز. از جای خولگی شکمت پراندم. جای زخمت را پخش کن و کمی پس به تو گروه یاری رسان را میفرستم. مرا میشنوی؟ کجا شدی؟ مرا میشنوی ایاز؟ کمی پس به تو گروه یاری رسان را میفرستم. از اینجا به یگان جا نرو ایاز. تو بیا شربچه. توی گیت را به بیمارخانه ببر و از نزدش دور نشو.
روح دید زودتر اپا بنزین تمام می شود. بله اما امیدوارم که ما را تا آنجا میبرد انشاءالله. اینجا ایستا. تو رو من با نزد دکتری مخصوص میروم تا اینکه شبهه نکنند. اما قماندان قلیچ امر کرد که یک لحظه هم از نزدتان دور نشوند. تو با گپم مقابل میبرایی. تو را میکشم حیوان. دف شو. زود زودتر. الو گل تو در کجا میگردی؟ چرا با زنگای من جواب نمیدی؟ آیده این بعد صحبت میکنیم گل. حالا باشد من رو گوش کن. ایاز را پراندم. چی؟ تو چی کار کردی؟ برای چی این خلق کردی فرهاد؟ چی شده است؟ آخر مجبور شدم گل. کلیج از سرش نشان گرفته بود. آدم بسیار بود. چاره دیگری نداشتم و او را پراندم. سخت زخمی نشده است و اگر معالجه نکنیم از بیخونی میمیرد. تولا میکنم او را نجات ده گل. دادرم را نجات ده. خوب شده است. آرام شو. به من زود سراغ را بگو. در 10 کیلومتر دوری شرقی جنگل بینم است. زود رو گل. من هم به آنجا میایم. فهمو من هم در راه هستم. ایاز رو یافتیم جانان، ایاز رو یافتیم. در حقیقت خدا را شکر. او چی حال داشته است؟ رویم بعد میبینیم جانان، صبر کن. خدایا توبه، همینش نمیرسید. بنزین تمام شد. اکنون چیکار میکنیم؟ نزدیک اومدیم این طرف. بیا رفتیم.
زودتر بیدم. به ناموس سگ خاین. گوش کن ظفر، به نزد من هلدون را بیار. اگر لازم باشد دست و پایش را بریده بیار. فهمیدی؟ خوب شده است. زود رفته او را به نزد من بیار. هلدونی پلید، یعنی تو صغیره های همزه را نگاه بین کرده بعدم به نزد من برآوردی؟ تو حالا میبینی. اومدم. همینجاست. همینجاست. بله بیدم. ایاز، ایاز. خدای توبه، در اینجا چی شده است؟ اپا، خون ریخته است. این خونی ایاز باشد. اپا، از برای خدا بگو با ایاز چی شده است؟ آرام شو جانم. ایاز رو پرانده. چی؟ پروندند؟ کلیچ ایاز رو پرونده است؟ مگر ما دیر آمدیم او را خلاص کرده نتوانستیم. بگو اپا، ایاز مرده است. اپا، آرام شو جانان، آرام شو. نمرده است. خواطر نشو. تنها زخمی شده است. او را باید پیدا کنیم. خوب، اما چه خیر؟ از ایزی خون پیدا میکنیم. باید زودتر باشیم. رفتیم. در کجایی ایاز؟ ایاز، ایاز، ایاز. چی گپ شد؟ چرا ما رو به اینجا آورده؟ لعنتی. ایاز، ایاز، ایاز. ایز در اینجا تمام می شود. اکنون چی کار میکنیم؟ به کدام طرف میرویم؟ نمیدانم. اپا، با ایاز یگان چیز شود من تاب آورده نمیتوانم. زود فکری بد نکن جانان. احتمال دور نرفته باشد. جستجو را دوام میدهیم. ایاز، ایاز، ایاز. تو رو میکشم حیوان. پارا پارا میکنم. لعنتی. وای کسی نداشت که آخر ایاز سگ کسی نداشت. تو را از کجا پیدا نکرده بودی؟ گپ زن سگی دروغگو. چی شد؟
مگر زبان خودت را فرو بردی؟ بگو که کلیش من به تو دروغ گفته بودم. بگو سگ حمزه را گرفته خوراندم، کلان کردم، این چونین برای رنج دادن تو به کجا سر دادم. بگو. بس است گرفته باشم گرفتم. خیر چی شد؟ من به اون کودک رحم کردم، دلم سوخت. او کسی نداشت، تنها مانده بود و این ما سبب شده. باز نگرفته چی کار هم میکردم؟ یا اینکه به تو داده این را نیز پران میگفتم؟ البته به من می آوردی حیوان. تو در خانه خود خائن را کلان کرده. خائن را. خائن اصلی مایم کلیج. حمزه گفتنی شخص هم خدمت من است. برای پول شده ما او را از پشتش پراندیم. تو خودت چی میخوایی؟ اگر خائن گفتنی باشی بیا برای همدیگر نگاه کنیم. تو برای چی گپ را بسیار میکنی ها؟ از سرت پرانم تا که عقل چون بادام داشتد به زمین ریزد. پران زود پران. از تو دلگیر شدم، نمیترسم. پران نیز پران. ایاس در کجایی؟ ایاس در کجایی؟ این ممکن نیست. ایاس بمیر سگ. نه بیا پران، زود پران. حیات مرا محو کردی. نیز پران. تا من نخواهم نمیمیری، فهمیدی؟ با تو حالا کار دارم. تا انتخابات همراهی من هستی. تا آن وقت هر یک نفسی گرفته ات را بدان که نفسی آخران است. همین خلمیزی. حالا باشد به مسئله اساسی میگذاریم. بگو نابکار، فرهاد کیست حیوان؟ وای کیست؟ با سوالی پرسیدم آدم وار جواب ده. آخر کشته است. ایاز را کشته است. کلیچ در آخر به مقصدش رسید. آخر به من وعده داده بود، به من نمیکشم گفته بود. جانم را، دوست داشتم را از من گرفت. ایاز نمرده است جانم. اگر میمرد او را پیدا میکردیم. نه، او زنده است. میدونم که زنده است جانم. اگر این خیل باشد او در کجاست؟ بگو که در کجاست؟ بگو فرهاد کیست؟ در کجاست؟ بگو که فرهاد سگ را در کجا پنهان کرده ای؟ نمیدانم. اگر کشتنی باشی بکش زودتر، یا اینکه سرده روم. مرا گوش کن هلدون. چه خیلی که ایاز را کشتم تو را نیز میکشم. بگو فرهاد سگ کجاست؟ ایاز مرد؟ از یتیم بیچاره چی میخواستی؟ از بیچاره چی میخواستی؟ پدر و مادرش رو گرفتی مگر کفایه نبود؟ تو چگونه انسان هستی؟ خب کن، چرا به مانند زن ناله میکنی؟ مرا گوش کن حیوان، جایش را بگو وگرنه جان دخترت جانان را میگیرم بر عوض فرهاد دخترت. بگو در کجاست؟ نمیشناسم گفتم، با دخترم دست نرسان. حیوان، چی خیلی نمیشناسی حیوان؟ نگاه کن، تو همه وارثان حمزه را خورانده ای و فرهاد یکی از فرزندان اوست. بگو فرهاد کیست؟ بگو فرهاد کیست؟
سلام جوانی خوب. السلام علیکم. این پسرا فرهاد است. آفرین مثل شیر شده ای. نه فرهاد گفتنی شخص رو نمیشناسم. هالدون زفر برخیز ابله برخیز. ایاز نمرده است جانم. با من باور کن که وای پرقوت است و زود خود رو از دست نمیده. حالا رفته ایاز رو پیدا میکنیم و تو باشی همه چیز رو با او نقل میکنیم. با او چقدر دوست داشتنت رو میگویی. فهمیدی؟ مرا میشنوی جانم؟ 25-15 مرکز در 2 کیلومتری راهی کیزیرتاش جسدی مرد پیدا شده است که تخمینا قدش 1.7 متر بوده. 20 ساله است. گروهی نزدیک بوده با اون منطقه سفربر شود. این را به حجره پرسجو برید. بغیر از جاغش تمامی استخوان‌هایش را شکنید. زود. سردهد من فرهاد گفتنی شخص رو نمیشناسم. سردهد نمیشناخته است. دیدی؟ زفر تو باشی آیدی آیله همزگون یال معلومات بیار. اگر مرده باشند قبرشون را پیدا کن. اگر لازم آید به قبر در آمده استخوان‌هایشون را میشماری. این بیناموس ها از خاکسترشون پیدا میشوند. چیزی که باشد همش را به من میاری. همش را به من میاری. اگر فرهاد سگ پیدا نشود آخرت من بد میشود. زود. اطاعت جناب. باز تکرار میکنم. جسدی پیدا شده قدش 1.7 متر. موی سرش زردین است و رنگی رویش سفید. این ایاز است. مرده است. مرده است. اپای گل دیدی خطا کردی. پرقوت است. نمیمیرد گفتی اما مرده است. کلیجده هم ایاز را کشته است. پلیس ها باشد جسدش را پیدا کردن. ایاز مرده است. جانم ایاز مرده است. ایاز مرده است. جانان به خود بیا. جانان به خود بیا. جانان ایاز مرده است. اپا چه خیل مرا ترک کرده میروی ایاز. آرام شو. من به تو چه خیل زندگی میکنم. نخواد فکری مرا نمیکنی. آرام شو. آرام شو. آرام. اپا ایاز مرده است. جانم درد میکند اپای گل. وقتی که به وی نفس میکشم جانم درد میکند اپای گل. نمیدونم جانان چی گفتنم رو نمیدونم. بسیار غمگین هستم. با او گفته نتوانستم. با او دوست داشتنم را گفته نتوانستم. این طور نه. باوری دارم که او این رو حس میکرد و میدانست. با سبب من او مرد. محافظت کرده نتوانستم. او را حمایه کرده نتوانستم. چه خیل توب می آورم. به او چه خیل زندگی میکنم. جانان باید رویم. برخیز. برخیز جانان. و نزدی ماشین رفته مرا انتظار شو. جانان
ба назди мошин рафта маро интизор шав. Набояд полисо туро бубинанд. мешунавӣ ҷонон, маро мешунавӣ? ҷонон, фаҳмидӣ? маро интизор шав. биё биё гулсум, бубин барои ту шӯрбо тайёр мекунам. модари раҳматиям ҳангоми омадани меҳмон чунин шӯрборо тайёр мекарданд ва ман бо акаҳоям мехӯрдем. бисёр хуб аст. вай беяз хоҳарам, ман бояд ба офиси ҷаноби таҳсин равам. барои чӣ? ту дар ин ҷо роҳат нестӣ? не, ин хел нест. ман дар ин ҷо бисёр бароҳат ҳастам, чунон хушҳол ҳастам ки намедонам туро чӣ хел хушҳол кунам. хайр, пас чаро меравӣ? дар он ҷо якчанд чизҳоям мондааст ва дарвеш ёин ки ҷаноби таҳсин бинад бисёр айб мешавад. беҳтараш ман рафта биёрам. фаҳмо, ҳамроҳ рафта меорем. танҳо ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. охир туро ба ман амонат гузоштанд. эътироз накун, ман бо ту меравам. Ayaz, Gul. Ayaz! Gol! Gol! Farhod. Ayaz. دادری زیبایم. چقدر باید مردنت رو بگویم. او هم مرا دوست می‌دارد. تو را از پدرت خواستگاری میکنم. در حقیقت؟ بله. ندهد و بیند. تو از من دوست داشتم رو حیاتم رو گرفتی. من هم جان تو رو میگیرم کلیچ دهن. تو هم به مانند من میمیری. Ayaz! Gol!
گل ایاز کجاست؟ گپ زن که ایاز کجاست؟ گپ زن آخر ایاز کجاست؟ بسیار غمگینم فرهاد. ایاز را از دست دادیم. مرده است. نه 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 دادرم رو با این دسته ها کشتم. قاتل دادرم این دست ها هم. فرهاد نکن، التماس این خیلی نکن. من دادرم رو کشتم گل. در دنیای آخرت من با پدر و مادرم چی میگویم؟ اگر خواهرم بیاز رو پیدا کنم اکم ایاز کجاست گفته از من پرسان نمیشم. چی خیل با این دستان بیاز رو به آغوش میگیرم، نزدیکانم رو چی خیل به آغوش میگیرم. من قاتل هستم، قاتل دادر شدم. خودت رو گناهگار نکن. تو برای نجات دادنی و این کارو کردی. تو گناه نداری. گناهی من بود، این همه گناهی من بود. وای امیدی من بود، پاره تازه آخرانی من بود، پدر و مادری من بود، همه چیزم بود. او را نیز به این بدی غرق کردم. هر روز دادرم را کم کم کشتم. دادرکم گل دادرم کجاست؟ مرا به نزد او ببر. اقلا باری آخر سیمایش رو ببینم. در 2 کیلومتری روی کیزلتاش پلیس ها پیدا کردن و من باشم از تلفن بسیم شنیدم. چی شد فرهاد؟ وای نیست، این وای نیست. از کجا میدونی؟ وای آدم رو من کشتم گل و من خود در آنجا پنهان کردم. اشکاله با ایاز مانند بود. از اینجا تا به آنجا رفتن ایاز ناممکن است. دادرم نمرده است، قاتلی دادرم نشدم. شیر بچه نمرده است. چی؟ این خلبوشه در کجاست؟ فرهاد ایاز در بیمارخانه، دادرت در بیمارخانه.
دخترم تینجی است. خوب هستی؟ دخترم این جایها پرخطر است. تنها نگرد. سوار شو تا که تو را به جای خواسته ات ببریم. زود سوار شو. تو کی هستی؟ و از کجا میدونی؟ از راسیت سلامت به بیمارخانه برده. رفته دادرت را حمایه کن. تو کی هستی؟ از برای خدا گپ زن. با من کی بودنت رو بگو. چرا به ما یاری میدهی؟ سبب یاری دادنت رو بگو تا تنها نبودنمون رو بدانیم. مرا خوب بشناس فرهاد. من هم 99% از طایفه شما بر این انسان‌های عاجز هستم. به مانند تو، گل، ایاز و تحسین از خدا ناامید نیستم. هرچه خدا خواهد من اجرا میکنم. و مراد میکند و من سبب میشوم. کارهای مرا عقل انسان نمیگیرد. این نتیجه خواهش الهی است. آینده خوبتان نزدیک است. صبر کنید. رفتیم گل. باید زود به بیمارخانه رویم. بیدار. جانان هم در همین جاست فرهاد. با اون نیز بگویم که پریشان شده است. باز به یگان کار دست نزند. این طور باشد رفتیم. تیرو برآورده است اما خون از حد زیاد ریخته است. بیمارو کی آورد؟ از نزد دریافتند. از حد زیاد خون ریخته است. امیدوارم که نجات میدهی. جانان نیست. او با کجا رفته است؟ چی رو میکوبی گل؟ سلاح رو گرفته است. او فکر میکند که ایاز مرده است. برای کشتن کلیچ میرود. کلیچ رو میکشد. دخترم خوب هستی؟ یگان مشکلی داری؟ بیاد دخترم گلسوم رو ندیدی؟ کمی پیش به حجرتون در اومده بود. خواهرم در کجا بودی؟ هیچ. با من جنابی تحسین در کار بودن. خوب او در همینجاست. بیا. جناب فرهاد نام شخص میخواهد که با شما صحبت کند. بسیار مهم بوده است. اینجا است فرهاد؟ جناب تحسین ایاز رو پراندند و حالا باشد در بیمارخانه است. کی پرانده است؟ وقتی فهمانیدن ندارم جناب تحسین. زنده بودنش رو کلیش حتما میفهمد و او را کشتن میخواهد. التماس جناب تحسین به بیمارخانه روید. التماس. مایلش فرهاد من فهمیدم. خاطر نشو. ایاز به ما امانت است. زود باید رویم. ایاز رو پراندن این حال در بیمارخانه است. باید زود رویم. من هم با شما میروم. مایلش بیا. گلسوم بگاهی در خونه وا میخونیم. بگیر دخترم کمی آب نوش.
شاید آرام شوی. چرا من نسب شما رو گیرم؟ یعنی برای چی؟ سببش چیست؟ برای آن که من عوض شدن نسبم رو نمیخواهم. چی؟ برادر چیکار میکنی؟ مگر از جانت سیر شده ای؟ سوار شو گل و با جانان منیا شو. جناب مادر و دو فرزندش با گازی انگیش زهرآلود شده مردند. لیکن آیدی دو فرزند دیگرش یگان معلومات پیدا نکردیم. لعنتی، اگر هلدون بر این احمق معلوماتی ایاز را عوض کرده باشد، فرهاد هم معلومات شخصیش را عوض کرده است. فهم اما کدام بی‌ناموس با او کمک کرده بر ضد من تیار کرده است. اصلا او را باید یابیم. برادر کمی زودتر رانید. اگر پیاده رویم تیزتر میرفتیم. تیز راندن نمیتوانم اپا. در اینجا تیز راندن معنی است. با خوبی با تو گفتم نفهمیدی. اکنون گاز رو زیر کن. خوب شده است اپا، خوب شده است. شما عصبی نشوید. دخترم ما از اینجا میگردیم. تو در آن کوچه انتظار شو، اتوبوس میآید. تشکری زیاد. احوالش چخین است؟ شما این بیمار رو میشناسید جناب تحسین؟ بله، احوالش چخین است؟ یگان چیز گفته نمیتوانم. اسد زیاد خونش ریخته است. به زمین این میکروب گرفته است. کمی پیش جراحی کردیم. از پرویز تا حال یگان خبری نیست. تو باوری داری که اون مکتوب به جناب تحسین دسترس شده باشه؟ خطکشان به کاتبش سپرده است. شاید جاسوس بر وقت به درون در اومده مکتوب رو گرفته باشد. آنها زودتر کوشش میکنند. یگان علاجی کرده باید جناب تحسین رو آگاه کنیم. اما چه خیلی؟ چی گپ است؟ یک دقیقه. باید عاجلا صحبت کنیم. اپا این رو پایان فرار. آخر شیطان وسوسه میکند. اگر مرا باری دیگر اپا بگویی شیطان هم لازم نمی شود. حالا آرکچی به من کمکت در کار. چی میخواهی؟ بگو. به ناموسی را که به من دام گذاشت و حجت ها را به تحسین دسترس کرد پیدا کردم. بسیار خوب، پس کارش را حل کن. این قدر آسان نیست. برای آن که شناسنامه‌شان عوض شده است. در یگان جا قیدی ندارند. آخر اینها
اینها پسری حمزه می باشند که در گذشته من اون را کشته بودم. یکی ایاز بود که حل کردم، اما دیگری مهم است. من باید فرهاد را یابم. خیلی که گفتی اگر ایاز را کشته باشی، آکاش برای از تو قصاص گرفتن کوشش میکند. در این حالت میتوانیم فرهاد را به دام افکنیم. اینجا از فرهاد کی پرونده است؟ یک لحظه. آن ایاز گفتنی شخص نمرده است، زنده است. یک نویگری است. زنگ مرا انتظار شو کلیچ. ایست، ماشین رو دار. جانان با من مانع نشو اپا. کلیچ رو میکشم. گوش کن جانان، کار خطا میکنی. ایستو، نزدیک نشو. نمیگذارم که با من مانع شوی. جانان آرام شو، مرا گوش کن. سلاح رو با من ده. ایاز زنده است، نمرده است. با تو باور نمیکنم. تو دروغ میگویی. جانان دروغ نمیگویم. ایستو، با من باور کن که دروغ نمیگویم. ایاز در بیمارخانه بوده، زنده است. پس این چیست؟ این لباس ایاز است. من این رو خریده بودم اپا. من به ایاز زیسته نمیتوانم. نمیخوام که زندگی کنم. جانان آرام شو، این کار رو نکن. آرام شو جانان. سلاح رو با من ده. آن روز رو در یاد داری که تو با من حقیقت شخصیت ایاز رو گفته بودی. با یاد آر که از آن وقتا این دم چقدر ایاز رو محافظت میکنم، در محبس و بعدن در همه جا. با من باور کن، ایاز زنده است جانان. مرا فریب نمی کنی. اگر با من دروغ بگویی و مرا فریب کنی. فریب نمی کنم جانان، تو رو فریب نمی کنم. با من باور کن. سلاح رو با من ده. آرام شو. در حقیقت زنده است. زنده است، نمرده است اپا. شکر که او زنده است جانان. آرام شو. آرام شو. در حقیقت زنده است اپا. زنده است، زنده. با من گفته بودید که کدام وقتی که خواهم آمده میتوانم. حالا باشد در موضوع مهم کمک شما لازم است. هرچی از دستم آید اجرا میکنم. دادرم، میخواهم که دادرم را محافظت کنید. نمیدونستم که دادر داری. دادر دارم. دادری دارم که از جانم هم بسیارتر دوستش میدارم. به مانند شخصیت خودم مجبور بودم که شخصیت او را نیز پنهان کنم. فهمو، در مجموع از من چی میخوایی؟ دادرت را از کی و برای چی محافظت کنم؟ از آدمان کلیج دهم. امروز دادرم را پراندند و حالا باشد در بیمارخانه با مرگ مبارزه میبرد. اگر من به آنجا روم شخصیتم فاش میشود و دادرم با خطر روبرو میشود. برای همین آمدم. فهمیدم. چیکاری که لازم باشد میکنم. آیدی دادرت معلومات دهی کفایه است. شاید شناسید. سالها در بری جنوبی هلدون بود. کی؟ ایاز. در شناسنامه‌اش نامش ایاز شنگول است. من امروز تحسین رو هنگامی با فرهاد صحبت کردنش شنیدم و با او آیدی زنده بودنی ایاز خبر داد. وای باشد زود به بیمارخانه رفت. اگر اینطور باشد کاری ایاز را یکی از آدمان ما باید حل کند. شخصی باشد که شبهه نکنند و با آسانی به بیمارخانه داخل شود.
наздикони бемори хуни дараҷаи якум шумоед? мо ҳастем, аммо хунамон як нест. барои чӣ мепурсед? оҷилан хун лозим аст. агар наздиконаш набошад ба маркази хун муроҷиат мекунам. гурӯҳи хунашро нагуфтед? гурӯҳи якум. хуни ман мувофиқ аст. худоро шукр. хешу табор ҳастед? не, аммо хунам мувофиқ аст. الو؟ باز تازه کردن قفای تو به ذمه ما ماند. ایاز نمرده است، در بیمارخانه است. تو چه میگویی آرکچی؟ چند ساعت گذشت؟ باید در خون خودش غرق شده مرده باشد. نیکلیچ از این میبراید که تو نااهده برا بودهی. با دستانی خودم دلش را میکنم. نه، این دفعه به یگان کار دخالت نمیکنی. به بیمارخانه جاسوسی بهترین را میفرستم. خواطر نشو، سحر خبری خوش میگیرین. زنگ مرا انتظار شد. بیاس در همین جا هستی؟ بیاز کمی صحبت کنیم. چی میگویی؟ چی میخواهی؟ با تو تشکر میگویم که اون شب مرا تنها نگذاشتی. تو این خیل مثلی راهزن پیشی رو هم رو گرفته تشکر میگویی؟ نه، مرا خطا نفهم. نوگهان تو رو دیدم. اگر ترسانیده باشم مرا ببخش. بیاز جان، دخترم ایاز رو پروندن گفتن. متاسفانه درست است پای صدیقه. من برای گفتن این خبر اینجا آمدم. جراحی کردن اما اولش وزنین است. به نزدش میرویم، نباید او را تنها گذاشت. اما که صراف، جناب تحسین و جانان همه در اونجا هستند. خواطر نشو. بیایید پگاه به بیمارخانه میرویم. بهترش حالا تنها دعا میکنیم. جراحی با موفقیت به آخر رسید، اما احوالش وزنین بوده. تا سحر بیدار شدنش را انتظار میشویم. دیگر چاره‌ای نداریم. شفا میخواهم. سلامت باشه دکتر. یکرو. چی؟ ایاز یک روز او را کودکای محله دستگیر کردم و بینم زدنی‌اند. دویده به نزدشان رفتم. دادرم باشد به من داد زد. گویا که وی کلان شده باشد و از عهده این همه می برآمده است. اما من او را شرمنده کردم. انا همین خیل گپ‌ها. انا همین خیل. راضی شدم و تو اکا یوریده گفتنت خلاص نمیکنم. گفتم حالا تو را کمی لطو کنند. در یک کنج گذشته شیشتم. کودکا او را با بین گرفته چنان زدند چنان زدند که گل اگر سنگ باشد هم تاب نمیورد. طاقت کردن نتوانستم و از جنجال آنها خلاصش کردم. اما وی باشد تا حال از من رنجیده است. با بالای وی باز من او را زدم و با کسی ندادم. کودکا او را به شکم، سرش و با چشمش می زدند. من می دونستم که ضرر نمی رسد. کلیچ به ناموس از سرش پروندنی بود. او را کشتنی بود. اما من برای زنده ماندنش
میدونم فرهاد، میدونم. اگر با ایاز یگون چیز شود من با پر راست ایستاده نمیتوانم، تاب نمیارم. ایاز خود رو از دست نمیدهد و هم تو خودت گفتی که ایاز یک رو است. او زنده خواهد ماند. صبر کن یک رو، طاقت کن شیر بچه، برای خاطری من طاقت کن، برای جانان طاقت کن، برای خودت طاقت کن، طاقت کن دادرم، طاقت کن. او چیزی را نمیداند جناب، وگرنه کایها میگفت. ای هلدون، به چشمانم نگاه کن، ببین که کی تو را به این احوال گرفتار کرده است. این ضربه هایی که گرفتی امضای من بود. اگر بار دیگر به من یگان خطاگی کنی تو را زنده زنده و گور میکنم. او را ببری به خانه‌اش بری تا که به خود آید. الو، من آرکچی هم کلیچ. گوش میکنم. به بیمارخانه نزدیک نمیشدی ها؟ تو نزدیک نشو گفتی که من زنگت را انتظارم. خوب است خوب است، خواطر نشو، این شب این کار به آخر میرسد. آدممان کمی بس کار را حل میکند. آدممان کیست؟ شخصی که هیچ گاه خطا نمیکند. میبینی گلسون، تو در اینجا چی کار میکنی؟ جناب، شما سر و سیما بر آمدید و من خواطر شدم. خبردار هم نکردید. اکا چی خیلی است؟ خوب است؟ شکر میکنیم، خوب است. در اینجا ایستادن یگان معنی ندارد. اما جناب، زود باش خواهر، گپ را کمی گوش کن. جناب تحسین، اما کی صراف، اکای ایاز خوب است؟ احوالش امان خیر، انتظاریم دخترم. بسیار خوب، من خبر میگیرم. جانان در برش است بیاز. ما شما را به خانه میبریم، یگان مشکلی نیست. نمیشود، تا اکای ایاز چشمانش را نکشوید من به یگان جا نمیروم. ایستادن فایده نداره. هیچ گپ نیست، اقلا در برش میستم. او در محله با کلیچ به مانندی کوه زیدیت نشان داده بود. ما را لحظه تنها نگذاشت. در چنین حالت من او را تنها نمیگذارم. جناب، من هم همراهی او روم. آخر در خانه تنها چیکار میکنم؟ مایلش. این چیست؟ این چیست؟ شخص رو کشته برازی داریم آورد و پرتفتن به پلیس هستن طریق. مادر با من گذارید، من خودم حل میکنم. یک طرف است. این چیست؟ تو کیستی؟ کی باشد مادر؟ نمیدانم. با من گوش کن. من جودو، ایکیدو، کاراته، قورباغه‌های نقابپوش، مشتزنان باکس و آکازا همش را میدانم. تو کیستی؟ تا حال هم میگوید. گوش کن، تو کی هستی؟ تا 3 میشمارم، زود بگو.
این طور که باشد با تو ضربه خطایی میدیم. یک نشد. اکنون با تو ضربه فوجیتسی میزنم. خدا ما رو ببخش. از دستم چی کاری باید میکنم؟ ضربه کاراته میزنم. این پدرت بوده است. پدرم بوده است. مادر، قاتل پدر شدم. پدر! چند ساعت شد اما تا حال یگون خبری نیست گل. دیوانه میشوم گل. من به درون میدرایم. باید ایاز رو ببینم. جناب تحسین، دادرم چی خیل است؟ شکر میکنیم که جراحی خوب گذشت، اما دکتر گفت که تا سحر احوالش خطرناک است. دعا میکنیم فرهاد، دیگر علاجی نداریم. سببش من هستم و با تیری من به زمین افتاد. با تیری من با تو چی گفته بودم پسرم؟ چی گفته بودم؟ اگر از درخت برگی افتد سببگارش شمال است. نیامک زمین افتاده پارو شد. آیا او را آب پارو کرد یا هوا؟ این خیل نیست امک. پارو شده، گل را یک شاخ داد و زنبور نشسته عسل تیار کرد. عسل به هزارها آدمان سبب شفا می شود. و این همه سببگار کیست پسرم؟ خدا است. خداست پسرم، خدا. نوشتنی تقدیر از آن اوست، اما دعا کردن وظیفه ماست. اگر لبانت شربت این دعا را چشد، میبینی که خدا چیکار کند، بهترینش را میکند. فهمیدی پسرم؟ اکنون شما هم روید، رفته از پسی کارتان شوید. ما اینجا می ایستیم. خوب شد است امک. اگر یگان دگرگونی شود به من خبر میدهند. فرهاد را تنها نمیگذاریم؟ تنها نمیگذارم، خواطر نشوید. بمیرم هم تنها نمیگذارم. غمگین نشو جانم. اکی ایاز خوب می شود. خواطر نشو تا سحر چشمانش را می کشوید. انشالله. اگر به یگان چیز احتیاج داشته باشی من در همین جا هستم، فهمو؟ تشکر زیاد بیاز. بیا گلسوم، ما می رویم. درد میکند. بسر من چی شد؟ کی بسرم زد؟ کی هم میزد پدر جان؟ شما افتیدید شاید درد امان باشد. با شما چی شد؟ کی این کارو کرد؟ سگ‌ها به من حمله کردند. سگ‌ها؟ بله، دهانشان خفت داشت و چشمانشان سیاه بود. سگ‌هایی که دهانشان خفت داشت و چشمانشان سیاه. اگر کسلی باشه چی؟ سگ‌های کسلی بود. اینطور باشد پدر شما هم کسلی میشوید. در دهانشان خفت، معده هم ویران شد.
نترس پسرم، به این هم پدری تو کسلی است و با او چیزی نمیشود. پخش نکن، جانم درد میکنه جانم. ای جانم، آدم را تو کوبکی کردن جانش درد میکنه. آخر من تجربه دارم. ایستا. پخش کن نابکار. پخش کن، اگر خواهی سختر پخش کن. انا همینجا میسوزد. ایاز را پروندن سگها، او را نیز کشتند. به جوانی نورس رحم نکردند. دردمند شدنی من اهمیتی ندارد. مرا کشید تا که این عذاب آخر رسد. ایاز، التماس چشمانت را کشو. وعده میدهم اگر نخواهی میروم. برویم نگاه نکنی هم من راضی هستم. اما تو صحت شو، چشمانت را کشو. میدونم از غضبناک شدنت این کار را میکنی، مرا جزا میدهی، ولی مرا گوش کن. باری هم مرا فهم چرا این خیل کردم. آخر کلیج دهان شرط گذاشت که اگر با پسرش آیله دار نشوم تو را میکشد. اگر تو میبودی چیکار میکردی؟ با دوست داشتت رحم نمیکردی؟ باوری دارم که تو هم همین کار رو میکردی. ایاز، آن روز نه توی من بلکه جنازه هم بود. مرا زنده به زنده گور کردند. تو فکر کردی که من آیله دار می شوم، اما من مردم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ با بیرون برو. میرویم. دستم را سرده. خوب هستی؟ ها، من خوبم، اما برای اکا غمگین شدم. خیلی جوان بوده است. خاطر نشو، با خواستی الله اکای ایا صحت می شود. تقدیر را کسی عوض کرده نمی تواند. بله درست. گلسوم، تو بسیار افکار می نمایی. اگر خواهی به خانه رو، من اینجا انتظار می شوم. نه خواهرم، تو در کجای باشی من در همونجا می شوم. اول اکا همون صحت شود همراه رفته استراحت می کنیم. من به حجت خانه روم. دستم را سرده. آخر دستم درد می کند. راه کرد. از آدمانی در بیمارخانه بوده یگان خبر هست؟ همه اینجا است. چی مانعه شده است؟ برای همین دیر کردند. کمی پس آنجا می شوند. چخیل کمی پس آنجا می شوند؟ شما مرا مسخره می کنید. از هر کسی ایاز را محافظت نمی کند. خانم قریب رسیدند. گوش کن بشیر، ایاز دوست داشته دختری من است و ایاز جانان یگان فرقی ندارد. فهمیدی؟ اگر با آن جوان با سبب ما یگان ضرر رسد و دخترم غمگین شود، من همه‌تان را میکشم. راه کرد. دستم را سرده. استواش چی کار میکنی؟ با من دوست داشتنت را گفته بودی. چی؟ من به تو هیچ گفت را دوست میدارم نگفتم. با من بازی کردی؟ دستم را سرده. بس است. آخر همه چیز عیان است. من از کودکیم ایاز را دوست میدارم. این را تو هم میدونی.
این رو چند مرتبه به تو گویم؟ باز چند مرتبه شنیدن میخواهی؟ من ایاز رو دوست میدارم. ایاز رو فهمیدی؟ پدرت ایاز رو پروند، پس شرطنامه قطع شد. اکنون مجبور نیستم که با تو اویله دار شوم. ما رو ناراحت نکن، از اینجا برو. ایاز شنگل در کدام حجره بستری است؟ در آخری راه در حجره دست چپ. شما کیستید؟ ما برای محافظت ایاز آمدیم. شما رو کی فرستاد؟ ما را پیچلی فرستاد. فهمم. سلامت باشید. اکنون سید عزرائیل میشوی. ما در نزد در میستیم. برادر تنها مانده است. من خواستم خبر گیرم. مادامی که تو آمدی من میروم. مایلش. جانان چی شد؟ ایاز؟ ایاز خوب است، خبوتیر نشو. با کجا؟ با دکتر صحبت میکنم و زود میآیم. اکای ایاز، گپ بین خودمون بیماند. این دختر به تو سخت عاشق است. تا سحر تو رو در همین جا انتظار شد. تو هم یک روی نکرده برخیز و چشمانت را کشو. به مانندی سنگ خوب کردی. بیزه کجای تو رو مقول کرده است نفهمیدم. حاصل کردم حاصل. اصلا تو انسانی خوب هستی. سزاواری دوست داشتن و خوشبخت شدن هستی. به حاصل های کردم اهمیت نده. آخر من هم تو رو دوست می‌دارم. دوست می‌دارم. برای آن که نامت ایاز است و نامی اکای من هم ایاز بود. اگر تو رو دوست دارم حس میکنم که گویا به اکم خیانت کردم. گمان میکنم که اگر تو رو اکا گویم اکم ایاز غمگین میشود. آخر بفهمم برای همین با تو هزار میکنم. تو هم خوب نیستی. یک روی کرده مرا عصبی میکنی. یک رو اکای ایاز هم مرا در کودکی هم عصبی میکردن. نام و خصلتتان به هم موافق است. ای اکای ایاز، اکنون برخیز. از به ما نشستن غمگین شدم. بیا کمی مناقشه کنیم. برای خوردن یک دو چیز گرفتم. کاری خوب کردی. اپای جانون نیست؟ کمی پس می آید. من نوشاکی می آورم. بسیار خوب. این کی است امک؟ کی را میگویی پسرم؟ آخر نقل کردم.
اون مردی که طرف تلفنی بسیم صحبت کردم. گلگه کلیچ او رو گلگه میگوید. شخصی که با ما یاری میدهد. روزهای انتظار بودن نزدیک آمده است. صبر کنید میگوید. این کیست امک؟ کیست؟ او خدا میداند. شاید دعایی یکی باشد که سرش را سیله کرده ای. نپوش خواهرم. کمی شمال شد. باز خنک نخورد. برای همین پوشیدنیم. هیچ گپ نیست. در رو گشوده مانید. چیزی که گفتنی باشد زود گوید. باید با بیمارخانه روم. باز آدمانی کلیش نآیند. خواطر نشو. دودارت در جای بخطر است. چخلی که وعده دادم آدمانم در نزد در ایستادند. تشکر. اگر بسیار مهم نمی بود شما رو در چنین روز ناراحت نمی کردم. اما وقت رو بیهوده صرف نکرده باید جناب تحسین رو آگاه کنیم. برای چی؟ یا اینکه کلیچ رو به هدف گرفته است. از کلیچ هم آدمانی خطرناک رو به هدف گرفتند. آنها کیستند؟ گوش کنید. جناب تحسین رو به دام بزرگی گرفتار کردنیند. درباره او جاسوس زنی ایرانی رو جایگیر میکنند. اما کی بودنش رو نمیدونم. احتمال است که زنی جاذبه‌دار رو جایگیر میکنند. مقصدشون چیست؟ میخواهند که جناب تحسین رو به دام اصلی گرفتار کنند. آن زن رو باید زودتر پیدا کنیم. مرحمت به شما چای آوردم. تشکر. سمید هم هست. گلسوم لبای خواهرم. با تو زحمت می شود اما با قهویم سمید ده. زحمت نمی شود البته می دهم. تشکر خواهرم. نمیفهمم که این زن چیکار میکند؟ جناب تحسین رو میکشد. بدوم اصلی تا لازم نشود کسی رو نمیکشند. مقصدشون اول نمایشات بی‌اخلاقانه و بعداً استفاده کردن است. هیچگاه این کارو کرده نمیتوانند. بیهوده مشغول میشوند. برای این روزگی شرط نیست فرهاد. تمام نغمه‌های بی‌شرمانه میکنند و با حیلت تهمت میکنند. برای آنها هر راهی که به هدف ببرد درست است و حتی ثواب است. برای در نزد خلق پس زدن جناب تحسین چیکاری که از دستشون آید میکنند. خب شما این رو از کجا میدونید؟ چه خیلی فهمیدید؟ این روزها رو با خوبی گذرانیم و با آمدن وقتش همه چیز رو به شما نقل میکنم. اما حالا باشد از همه مهم جناب تحسین است. دیر نکرده او رو آگاه کنید. الو. ای برخزید طریق پسرم خیز تلفن صدا میدهد. ای تو کار شدی؟
میپرسند که چرا گردنت کج است. در جواب میگوید که کار خودم را خودم میکنم. این کیر نبود؟ الو پدر. دخترم. پدر کلیچ ایاز رو پروند. میدانم دخترم، میدانم. مرا ببخش، همش گناهی من است. یک یتیم رو محافظت کرده نتوانستم. با سبب من ایاز مرد. نه نمرده است، شکر کی زنده است. در حقیقت دخترم نمرده است، زنده است. در بیمارخانه در برش هستم. دیشب جراحی کردند. شکر خدا. در کدام بیمارخانه؟ بگو زود به نظرتان می آیم. پدر اگر برای ما یگان کار کردنی باشد از برای خدا با کلیچ دهن مانع شوید. التجا میکنم. شما پدری من هستید. غیر شما از کی یاری طلب کنم؟ دوست داشتم میمیرد گفتم. من هر روز میمیرم. از برای خدا ایاز را محافظت کنید. اگر او نباشد من نیستم. اگر وی بمیرد من هم میمیرم پدر. فهما دخترم، فهما. راه پیدا میکنم که ایاز را از آن بیناموز محافظت کنم. این دفعه پدرت در برت است. به من باور کن. نترس دخترم. جوانها یگان مشکلی نیست. جناب ایاز دوستی نزدیکی من است و من هیچ ضرری نمیرسانم. مرحمت. تشکری زیاد. واه این جوان خوشقد و قامت را چیکار کردند؟ الها دستانشان شکند. انشالله. بسیار غمگین شدم، بسیار. خدا شفا دهد. بیاز دخترم بگیر. سلامت باشید. احوالا چیکار است؟ زنده میمونند؟ شکر زنده میمونند. اوه شکر، خرسند شوید. خیریت که صدقه داده بوده است. کاری خیرش زیاد بوده است. خدا او را به ما بخشید. ایاز چی حال داری دادر جانم؟ ایاز نمی جنبد؟ خدایا توبه، یا اینکه فلج شده است؟ جناب قادر او از هوش رفته است. در این حال جنبیدن نمیتواند. بله درست است. دوستا بر وقتر به خود بیا. ها؟ با پا برخیز. خوب؟ مرا غمگین نکن. حالا منو تو کاری زیادی داریم. مثل چی؟ مثل که ایاز را فریب کرده زمین هایش را با نرخ ارزان گرفتنید؟ چی شد؟ حیران شدید؟ من از گفته هایتان یکان چیز را نفهمیدم خانم جانان. من به شما در راه میفهمونم. با بیرون برایید. چه خیلی یعنی؟ برایید گفتم. این رفتارتان دغلانه است و قابل قبول نیست. افسوس که این به شما هیچ نمیزیبد. دفع شو. جانان یگان مشکلی هست. نمیدونم. جناب قادر به فکر شما چی؟ نه یگان مشکلی نیست. تشکر زیاد. مشکلی حل شد. وی آورد. قادر آورد. به من ده. احسن که زود به خود آمده ای. من فکر کردم که پس از یک چند هفته به پا میخیزی، اما ایزی زده هایشان تا حال ایستاده است. با بچه ها میگویم که هنگام زدنشان با دقت باشند، تو را احتیاط کنند. مسخره کردن رو بس کن. چیزی مهم رو میگویم. هالدون جان، با تو صحبت کردن دلگیر کننده است. بهترش رفته با دیگر کس صحبت کن. را من کارو بار دارم. قلیچ گوش کن. برای تو آینده‌ات مهم است، اما زیر پایت می نمیگذاری. تو چی ها میگویی ها؟ خبر گرفتیم که درباره شما زن جاسوسی رو جایگیر کردند. میخواهند که شما رو بدام گرفتار کنند جناب تحسین. در خانه‌تون و در جای کارتون یگان کارگری نو گرفته اید. در اطرافتون یگان بیگناه هست؟ کسی نیست؟ خواهرمان گلسوم رو گرفتیم اما بیامان
گلسوم کیست؟ همدیهای من. این خیلی نگوید جوانها. بیهوده گناهی بیچاره رو نگیرید. در این حالت به کسی باور نکنید جناب تحسین. جاسوسی خوب تنها با رفتار بیگناهانه به شما نزدیک شده میتواند. اگر دیگر خیلی نزدیک شود زود به دست میافتد. این را فراموش نکنید. اون شخص رو دیدی؟ مقصدش ایاز رو فریب کردن است. بیروی. بازگویو که غمگین شده باشد گل گرفته خبرگیری اومده است. کاش که اون گلها رو گرفته به سرش میزدم. بیا با بیرون برایم. کمی هوای تازه نفس کش وگرنه آرام شده نمیتوانی. نه در نزد ایاز میستم. آخر گلسوم همین جاست. او نگاه بین میکند. البته من در همین جا هستم. یک ثانیه هم از نزدش دور نمیشوم. شما به هوای تازه برایید. مایلش، اما اگر یگان چیز شود زود به من خبر ده. فهمیدی؟ خوب، وعده میدهم. خدا لعنت کند. این آدمان از اینجا رفتنی نیستند. باید یگان راهی دیگر را پیدا کنم. این دختر رو از این پیشتر همه شناختی یا اینکه باری اول دیدی؟ اکا باری آخر هنگامی کودک بودنش دیده بودم، اما پدر و مادرش رو میشناسم. آدمانی خوبم. دختر در خانه کلان شده است، یعنی تو امروز دائم در دهه ایستاده است. درویش برادر باوری داری؟ اون نبامده است، کار گفته است، از بس که کار نیفته است. از من یاری طلب کرد و من باشم به نزد جناب تحسین آوردم. نه بچه ها، این شخصی که شما نقل میکنید گلسوم نیست. با فکر من هم این ناممکن است و هم از دهه ما جاسوس نمیبراید، دهقان میبراید، کارگر میبراید، این چونین چوپان هم میبراید، اما جاسوس هیچ نمیبراید. معلوم است که این دختر نو داخل شده است. من بعد احتیاط میشویم، لیکن من چی خیلی که باور کردم همون خیلی زندگی میکنم. خدا شاهد است که نظر به از دست دادن ناموس و آبرویم جانم را دهم خوبتر است. خدا خواهد اینها با ما یگان کار کرده نمیتوانند. اجازه دید باید درآییم. نه ممکن نیست. ببخشید در نزدیکی صدمه کلان شده است و ما مجبور مانده ایم. یک لحظه. نه نمیشود. جنابی ایاز با دشواری نفس میکشد. به دیگر حجره برید. دیگر حجره نیست، اجازه دهید. همین نمیرسید. خیر نقل کن. آن گپی مهمت چی بوده است؟ ایاز نمرده است، زنده بوده است. این را میدانیم. دیگر یگان گفتنی نداری؟ میدانه که اگر میمرد چی را از دست میدادیم. هلدون شف نکن. شف نگفته شفتالو بگو. قلیچ گوش کن. من با ایاز در بانک شویتساریا صورت حسابی شریکی داریم. خیر؟ اگر ایاز بمیرد بانک به ما آن پول را نمیدهد. پول را گرفته نمیتوانیم. گوش کن هلدون. اگر فکر کنی که برای خاطری پولی ناچیز جان آن سگ را میبخشم خطا میکنی. او را حمایه نکن. پولی ناچیز؟ بله همین طور. در آن صورت حساب 90 میلیون دلار هست. چند؟ 90 میلیون دلار.
برادر بدوید که در آنجا به مرد چیزی شده است. اسباب‌های طبی صدا میبرارند. به فکرم دلش از تپش مانده است. زود رفته دکتر را بیار. برادر تو در اینجا نیست. آن مرد در آنجا تنها است. زود رفت، زود. توقت کنید کمی پس دکتر می آید. هنگامی از نزدیک در گذشتن اینها صدا برآوردند و این مرد به اینها گرفتار شد. قربانت شوم، یگان کار کن. من دکتر رو میبینم. زود میآیم. تو با من نغمه میکنی؟ آخر تو پول نداشتی. تو با سبب نداشتن از بانک پول گرفته بودی. این 90 میلیون دلار از کجا پیدا شد؟ تو برای انتخابات پول جمع کن نگفتی؟ خیر، آخر جمع کردم. باز چی کار کنم؟ لعنتی، تو خود آدم هستی یا نه؟ مگر پاگدایی 90 میلیون دلار جمع کردن ممکن؟ بگو که با ایاس این پول را خوردنی بودی. کلیچ گوش کن، این پول از آن توست. بحران را پشت سر کردیم اما با این پول دست نرساندم. در وقت انتخابات به نظر پول را می آوردم. اگر شرکت مفلس شود هم آن پول نجاتمان میدهد. هردون نابکار، چرا من تو را نکشتم؟ باز شرم نکرده میگویی که پول از آن توست؟ پول اگر از آن من باشد چرا با عیاض سگ صورت حسابی شریکی میکشایی؟ چرا با من نکشادی؟ اگر میفهمیدن به سرت بلا میشد. تو باید تازه میبودی. فکر میکردم که عیاض ساده است و هیچ معما نمیکند. حیوان. خیر، این پول را به عیاض سگ گرفتن نمیتوانی یعنی؟ اگر یکی از ما بمیرد بانک به میراث خورمون آن پول را میدهد. اما دایره میراث تقسیم کنی این پول از کجاست گفته معما میکنند. بانک پول را نمیدهد. 90 میلیون دلار. هردون کاری کردش را بود. رفته از کانتین چای بیارم؟ نه، من چیزی نمیخواهم. تشکر. اگر خواهی کمی راه گردیم. بیاز، دلم راحت نیست. بهترش به حجره رویم. او را سخت دوست می‌داری ها؟ مایلش فرخیز میرویم. خواهرم تمام؟ این مرد خوب است؟ بله، اما این اسباب‌های طبی چقدر محکم شدند؟ نمیدونم، اما شکر میکنم که خوب است. در رو کشو. در رو کشو. بیمار کجا شد؟ بیماری که در اینجا بود کجا شد؟ نمیدونم. دخترک به عروبه سوار کرده برآورد. بیدو تو همه جای رو ببین.
زودتر. در آخر تنها ماندیم ایاز. عزراییل تو منم.